تا حالا به این فکر کردی که چطوری ذهنت رو از فتح شدن و اشغال شدن نجات بدی؟ یه روزی میرسه که بهت میگن پادشاه ذهنت کیه و تو نمیتونی جوابی بدی، چون تخت پادشاهی ذهنت سالهاست فتح شده، نه توسط یه دشمن خارجی، بلکه توسط ترس، خشم و صدای بقیه. رابرت گرین یه جمله طلایی داره که میگه ذهن تو قلمرو توئه، اگه بهش حکومت نکنی یکی دیگه بر تو حکومت میکنه. اما سوال اصلی اینجاست، اون آدم‌هایی که همیشه یه قدم از بقیه جلوترن، چطوری ذهنشون رو از اشغال شدن نجات میدن و چطوری توی سکوتشون دنیا رو هدایت میکنن؟ و فقط 1% از مردم جز این افرادن و 99% افراد غافل از این موضوع هستن و برای همینه که همیشه از اون 1% عقب‌ترن. قانون شماره 4 از کتاب 48 قانون قدرت میگه که کم حرف بزن تا سلطنتت رو بسازی. حالا بذار برات یک مثال تاریخی بزنم. وقتی پادشاه لویی 14 توی دربارش سکوت میکرد، همه میلرزیدن. اون میگذاشت بقیه خودشون رو با حرفاشون لو بدن و نظراتشون رو بیان کنن تا اونها رو بشناسه و دیدگاه و نظرشون رو بفهمه. ولی این فقط یه بازی سیاسی نبود، بلکه یه نمایش از تسلط ذهنی لویی بود. سکوت لویی طلا نبود، بلکه شمشیر تیز و برگ برنده اون بود. حالا از خودت بپرس، تو چه کسانی رو داری که با سکوتت کنترلشون میکنی و کی کسانی با حرفات تخت پادشاهی ذهنت رو بهشون تحویل دادی؟ بیشتر مردم دنبال سر و صدا هستن، دنبال جلب توجه کردن، دنبال ترندها، دنبال دیده شدن. اما اون 1% واقعی توی سکوت تصمیم میگیرن و حرکت میکنن. در سکوت برنامه میریزن، در سکوت رشد میکنن و وقتی بقیه تازه متوجه میشن، اونا از قبل بازی رو بردن. حالا بیایید ما هم بریم سراغ 6 تا استراتژی مهم که این 1% رعایت میکنن و همیشه برندن. استراتژی اول، ابهام محاسبه شده است. درباره خودت با دیگران حرف بزن، ولی همه چیز رو بهشون نگو. اینو بدون که یه راز نصف و نیمه همیشه جذابتر از یک حقیقت کامله. آدمای قوی هیچ وقت همه کارتاشون رو نمی کنن، چون وقتی دیگران ندونن حرکت بعدی چیه، همیشه یه قدم جلوتر میمونی و کسی نمیتونه حرکاتت رو خراب کنه. در دنیایی که همه دارن لحظه به لحظه زندگیشون رو توی سوشال مدیا پخش میکنن و به نمایش میذارن و زیر نظر همه هستن، تو برای خودت ابهام بساز، چون ابهام خودش یک ابرقدرت ذهنیه. استراتژی دوم، ذهن‌خوانی واقعی، نه با جادو، بلکه با شناخت الگوها و رفتارهای تکراری آدم‌ها. اونا رو بشناس، فضا رو طوری تنظیم کن که نتونن غیر قابل پیش بینی رفتار کنن. اینجوری همیشه در زمین تو بازی میکنن. قانون 31 از کتاب 48 قانون قدرت هم میگه که دیگران رو مجبور کن با کارت های تو بازی کنن، نه برعکس. یعنی تو هیچ وقت با کارت های اونها بازی نکن. حالا بریم سراغ استراتژی سوم، یعنی وابسته نبودن. وابستگی یعنی زنجیر ذهن و قفس جسم و جان آدم. وقتی از دست دادن چیزی اذیتت نکنه، هیچ کس قدرت کنترل کردنت رو نداره. ترس از دست دادن باعث میشه به هر چیزی رضایت بدی، حتی اگه قلباً یک سری چیزا آزارت بدن. ولی اگه سبک باشی، مثل بالون ذهنت بالا میره و از بالا بازی رو میبینی و وقتی از بالا میبینی ذهنت باز میشه و میتونی بهترین تصمیم رو بگیری. حالا بریم سراغ استراتژی بعدی، یعنی استراتژی چهارم، درک عمیق از رفتار دیگران، نه دلسوزی کورکورانه. آدمای قوی گوش میدن تا درک کنن. وقتی احساسات واقعی بقیه رو بفهمی، میتونی با چند کلمه کاری کنی که تا سالها تو ذهنشون باقی بمونه. قدرت درک قوی تر از هر سلاحیه. پس سعی کن که داشته باشیش تا در مواقعی که لازم ازش استفاده کنی. حالا بریم سراغ مورد بعدی، یعنی مورد پنجم، دشمنانت رو نزدیک نگه دار. از قدیم گفتن که دوستات رو نزدیک و دشمنانت رو نزدیکتر نگه دار، ولی نه از روی ضعف، بلکه از روی هوشمندی. چون دشمن واقعیت وجود تو بهتر نشون میده، اما حواست باشه اگه زیادی نزدیکشون کنی، زهرشون رو بهت میرسن.
و اونجا آسیب پذیر میشی و شاید ضربات سنگین بهت وارد کنن. و آخرین مورد هم یعنی استراتژی ششم، خونسردی یک جنگجوه. آدمای ضعیف زود عصبانی میشن و زود جوش میارن و از کوره در میان، ولی یک جنگجوی واقعی قبل از هر واکنشی فکر میکنه. اگه کسی خواست عصبانیت کنه بدون که داره بهت طعمه خشم میده. پس در این جور مواقع لبخند بزن، سکوت کن و بذار خودش توی زمین خودش ببازه. و در آخر هم بریم سراغ قانون نهایی، اونم این که نسخه دوم هیچ کس نباش. یعنی چی؟ لویی 14 با سکوتش یک امپراتوری ساخت، ولی نوش لویی 16 با تقلید از اون تاج پادشاهیش رو از دست داد. درسش خیلی واضحه، الهام بگیر اما تقلید نکن، چون وقتی فقط تقلید میکنی قدرت واقعیت دفن میشه. حالا برگردیم به اول ویدیو. پرسیدم پادشاه ذهنت کیه؟ اگه هنوز نمیدونی بدون که زمان داره تخت پادشاهیت رو میدزده. از ذهنت رو پس بگیر، چون تنها قلمرویه که هیچ کس نباید ازت بگیره و اون فقط مال توئه.